بوسکشی ولسوالی قلعه دلا. السلام علیکم رئیس. السلام علیکم. رئیس ساقتون آرامتون من مهمان را کردم. السلام علیکم. خوش آمدید. خوش باش. تشکر. لباسای ترکمنی ما مردم بپوشین باز آن سابقه ترکمنی ما مردم خوب صحیح چی میآید دیگه بعد من مکمل ترکمن شوم دیگه. بله بله. خب بیارین. خیر ببینید. رئیس بسیار آدم اجتماعی است جناب صافی صاحب. بر من عبدالوهاب صافی صاحب. گل گیدر گل. واه 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 واه. خوش آمدین. خوش باشین. خوش کردین. خوش کردین. خوش geldiniz. خوش کردین. خوش geldiniz. بسیار خوب بسیار خوب. بیره بسته کنم. بله. آیام بسته میشه. خوش geldiniz. یک چند قطعه عکسم بعد دی وقت میگرفتم و فواد جان ما بسیار خوب عکس‌ها میگیره. خب عجیب صاحب میم سرین می اسب اول گپ میزنیم. این کدام اسب است و نام خاصش چی است؟ یک نام خوب یاد داره. بله این اسبی است نام خدا خوب اسب است. اسبای ما 4 اسب 5 اسب داریم. از 4 5 هم قرغزی است. این اسب به نام راکت ماندیم دیگه. خوب توپانی است به نام راکت. به نام راکت است. این اسب ماسکی است این اسب است. اسب به نام چیندار یاد میشه. چیندار چرا برش میگی؟ چند زوروار است دیگه یعنی زوروار است. خب نزدیک بریم کدام مشکل خونه است. نه مشکل نداره ان شاء الله. خب این چیندار است این راکت است نام قسم استاد است مست است نام خدا که آله ایره با چیندار برش میگی دست سرش بزنیم. نه بزنیم بیغم بزنیم. اخلاق خانوادگیش بیخه خوب است. ماشاءالله نام خدا چایندار واریا سومو یادره ببینید دیگه شه ببینید خیلی و کلانم. این دوش خوب داره یا او دوش خوب داره؟ او توپان است دیگه یعنی به نام راکت. این هم که از زوروار است این تودایی است. او گریزی است یعنی خوب گریز داره. میگریزه خوب. گوسپند که بگیره میگریزه. 4 پیچه خوب میده و این به نام تودایی است. هر چیز تو از پیشش میترسی مارم میترسی. نه مقصد خوب اسب هستند. خب این نامش چی است؟ چیندار است. چیندار. این از کجا آوردی حاجی صاحب؟ این از قرغز آوردیم. قرغز؟ بله. خب این قیمتش چند است؟ قیمتش 16000 آورده بودیم این امسال 30 سال. محصول چیزا خو میشه؟ محصول هم میشه هم وقت محصول قدیم آوردیم 3 سال پیش آوردیم. خب باز یک از روزی چقدر خوراک داره این خب بسیار مصارف داره. والا مصارفش هم خداوند روزیش میرسانه. مقصد یک